таҷриба нишон медиҳад, ки агар мо душманамонро нағз шиносему ӯро хуб омӯзем, пас барои мағлуб кардани ӯ ҳатман ки мо пирӯз мешавем. Дар коронавирус низ ҳамин гуна аст. Агар мо қоидаҳои беҳдоштро донем ва пайваста онҳоро риоя кунем, пас ҳеҷ ягон вирус наметавонад бар ҷисми мо зарар расонад. Салом дӯстони азиз, фикр мекунам аллакай пай бурдед, ки мо имрӯз дар барномаи варзиш ва тиб роҷеъ ба кадом мавзӯъ ҳарф мезанем. Барои ба саволҳои худ ҷавобҳои аниқу дақиқ гирифтан мо ба студия даъват намудаем вируссинос, директори муассисаи ҷаҳонии саломатӣ ва омӯзиш дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Ораш Алоӣ. хуш омадед. Фикр мекунам ҳамаи шумо эшонро мешиносед, зеро бевосита онҳо барои пешгирии чунин бемориҳо ҳамеша бо мову шумо ҳамкорӣ мекунанд ва корҳои фаҳмондадиҳиро мегузаронанд. хуб, хуш омадед. ташаккур, ки даъвати моро рад накардед. سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتان و تشکر میکنم از اینکه از من دعوت کردید که بتوانم معلومات خودم را پیشکش کنم به بینندگان برنامه شما. ببینید، همونطوری که شما در مقدمه گفتید، زمانی ما نگرانیم که دشمن را نشناسیم و حالا که کووید 19 قریب 1 سال از پاندمیش میگذره، ما خوب او را میشناسیم و چون خوب او را میشناسیم، معلومات را باید خلق را هم بدانند و این عهدهداری ماست که بتوانیم این دسترسی را داشته باشیم. کسانی که کووید 19 را میگیرند، ما باید تقسیم کنیم به 2 گروه. گروهی که یگان علامت و نشانه ندارند که اینها قریب 20 تا 30% افرادند که نه خودشان میدانند بیمارند و هیچ علامتی ندارند و حدود 70 تا 80% دیگر علامت ایجاد می شود در بدن که این نشانه ها می تواند از سرفه باشد، حرارت بلندی باشد، نفس تنگی باشد، بدن درد باشد، مجموعه است از علامت ها، درون روی باشد. اینها می تواند یکیش باشد یا مجموعش باشد. از دست رفتن مزه و حس بو کردن باشد. پس اینا مجموعه است از علامت ها. ولی حالا کسانی که بیمار می شوند، چه آنهایی که نشانه ندارند و چه آنهایی که نشانه دارند یا خیلی شدید این نشانه ها رو دارند، آنها را در عموم باز به 2 گروه تقسیم می کنیم. 80% افرادی که کووید 19 می گیرند نیاز نیست بروند به بیمارخانه، می توانند در خانه بمانند. یگان داروی آنتیبیوتیک یا داروی دیگری نمیخواد بخورند و با همین تدبیر می توانند در خانه بعد از 2 هفته بیماری را به سلامت بگذرانند. 20% افرادند که نیاز هست بروند در کلینیک های طبابتی و بیمارخانه ها و در آنجا مراقبت های ویژه را بگیرند. برای پیشگیری کردن و گرفتار نشدن با بیماری کرونا ویروس باید ما چی کار کنیم؟ سپاسگزارم از سوالی که مطرح میکنید. ما تا به امروز همانطوری که گفتم هیچ داروی اختصاصی که بتواند کووید 19 را از بین ببرد نداریم. به این سبب است که مهم پیشگیری کردن است. مهم این است که بیماری را نگیریم. من خواهش میکنم از اتاق فرمان اگر اسلاید را نشان بدن. ببینید، ویروس از هوا وارد بدن میشه، به بینی، گلو و شش وارد میشه و وقتی که فرد نفس میکشه یا صحبت میکنه، از راه تنفسی خارج میشه، یا با قطره هایی که در آب دهان است یا با ذره هایی که در هوا هست. حالا وقتی که از بدن فرد بیمار خارج میشه ویروس، میتواند آن قطره هایی که کلان است تا حدود 1.5 تا 2 متر و قطره هایی که ریزه است تا چند متر، یعنی بیش از 6 متر خارج شود. و این وابسته به این است که آیا فرد فقط گپ میزند یا نفس میکشد. این میتواند تا 2 متر باشد. اگر سرفه کند، این میتواند با سرعت 10 متر بر هر سکند برود بیشتر از 2 متر و کسی که عطسه و سرفه را با هم دارد میتواند تا بیش از 7 متر پهن شود در فضای محیط. پس به این خاطر است که مهم این است که ما چه کار کنیم که ویروس هایی که از یک فرد بیمار است کمتر بیاید و یا از این فرد کمتر خارج شود و اون
اولین کار این است که این راه را ببندیم. با چه کاری؟ با ماسک زدن. ماسک زدن در این اسلاید دو گروه را میبینیم. فردی که سالم است و ماسک زده است. این فرد ماسک ندارد. ویروسی که از این فرد خارج می شود به سبب ماسک مقدار کمتری وارد فرد سالم می شود. این هم در صورت است که ما فاصله اجتماعی رو رعایت نکنیم با شخص این بیمار. فاصله اجتماعی رو رعایت نمی کنیم. این فقط یکم حرکت است، ماسک زدن. به سبب اینکه ما میدانیم از راه تنفس، نفس کشیدن خارج می شود. از راه نفس کشیدن یکم ماسک. پس میخوایم ببینیم چرا ماسک مهم است. پس اگر فرد سالم است و گرد و اطراف او نزدیکن ولی این فرد ماسک زده است، مقدار ویروس کم می شود. و حالا اگر خود فرد هم بیمار است و ماسک بزند، تعداد ویروسی که از دهان او خارج می شود باز کمتر می شود. پس برای ایجاد بیماری ما نیاز داریم به مقداری بیش از 2000 ویروس در هر قسم هوایی که ما تنفس میکنیم. هرچی این مقدار کمتر بشود یا ایجاد بیماری نمی کند یا اگر هم ایجاد بیماری بکند شدتش کمتر است. پس با ماسک زدن تا حدود زیادی پیشگیری میکنیم از خارج شدن ویروس. دوم، اینجا هرچی ما فاصله را زیاد کنیم تعداد ویروس ها کمتر میرسد. پس یکم میشود ماسک زدن، دوم میشود فاصله. به همین سبب است که من و شما الان در این استودیو با فاصله نشستیم. خب اینجا هوا گفتید، امین هوای سرد و یا اینکه فصل زمستان میتواند باعث با سرعت خروج کردن بیماری کرونا ویروس گردد. ببینید تحقیق‌های زیادی انجام شده است در دنیا. تحقیق‌های زیادی که انجام شد اینی که ببینن آیا هوای گرم و هوای زرد میتواند باعث نابودی ویروس بشود؟ دیدن نه. باعث نابودی ویروس در آب و هوایی که ما هستیم نیست. ولی میدانیم گرمای 60 درجه ویروس را نابود میکند، ولی در هیچ کشور دنیا ما نداریم حرارت به 60 درجه برسد. پس از شمالی ترین نقطه های آمریکا و روسیه تا گرم ترین نقطه های آفریقا همه جا ویروس بود. فرقی که داشت، تفاوتی که داشت این بود که هوا وقتی که در هوای سرد ما خانه ها را میبندیم و درون خانه ها را گرم می کنیم، این منبعی می شود برای گسترش ویروس. و دو، هرچه محیط گرمتر می شود باعث می شود که ویروس حرکتش در فضا بیشتر شود. به این سبب است که در این فصل زمستان بسیار مهم است که ما پنجره ها، تریزه ها و درها را باز کنیم، هوای تازه بیاید. چون اگر اون را ببندیم و هوا را گرم کنیم، بهترین خوراکه دادیم به ویروس که هم زیاد شود و هم پهن شود. خب در فصل زمستان اینچنین بعضی بیماری های موسمی خروج میکنند به مانند زکام، گلودرد که نشانه های بیماری زکام به واسطه به بیماری کرونا ویروس شباهت دارد. خب برای پیشگیری این بیماری چیکار باید کنیم؟ نکته‌ای که مهمه که من میخوام به بینندگان عرض کنم، ببینید ما ویروس های فصلی، زکام های فصلی رو داشتیم و حالا کووید 19 هم اضافه شده. آیا خیلی مهم است که فرق بذاریم که این کووید است یا زکام است؟ در 80% افرادی که کووید میگیرن من گفتم بی واسطه به طبابت میتوانند در خانه بمانند. همین هم برای زکام است. پس نگرانی و تشویش نباشد که ما خیلی تشویش داشته باشیم که حالا زکام گرفته ایم یا کووید. هر دو رو باید گمانبر بشویم، برای هر دو باید پیشگیری کنیم و برای هر دو 80%ش هیچ طبابت خاصی نمیخواهد بکنیم مگر اینکه استفاده کنیم از میوه های تازه، هوای تازه، آب بنوشیم. با همین کارا بیماری رو میگذاریم. ولی در همین جا یک سوالی که هست اینه که کسانی که حرارت بدنشان بلند میشود چه میشود؟ کسانی که بدن درد میگیرند چه باید بکنند؟ اینها نمیتوانند که در شرایط خانه بمانند. بله. دو تا نکته مهم است. کسانی که این علامت را میگیرند باید سعی کنند که در یک خانه جدا بمانند و از علاقه کردن با دیگران و جمع شدن با دیگران پرهیز کنند. دو این است که اگر بدن درد دارند یا حرارت بلندی دارند، تنها دارویی که میل می‌فرمایند داروی ضد درد و ضد حرارته. دیگر نیازی به مصرف آنتی بیوتیک برای این اشخاص
نیست. لطفاً آنتیبیوتیک را بگذارید دکترها در زمانی که نیاز هست استفاده کنند، نه اینکه برای هر کسی که حرارت بلندی داشت یا اینکه حرارت بلندی و سرفه داشت ما گمان ببریم که باید آنتیبیوتیک استفاده بشود. این نیازی نیست، چه برای ویروس های فصلی و چه برای کووید 19. خب برای پیشگیری همین گونه حالت ها شما توصیه دادید که بیشتر میوه‌جات و سبزیجات رو استعمال کنیم و قبل از ثبت برنامه شما با مردم نیز واخوری انجام دادید و به اونها کارهای فهماندهی گذراندید. خب بیاید نوا رو تماشا میکنیم، بعداً صحبتمون رو ادامه میدیم. سوالی که همیشه در پاندمی کووید 19 مطرح هست اینه که کسانی که بیمار نشدند چه خوراکایی بخورند و یا کسانی که بیمار شدند اونها چه خوراکایی بخوان بخورند. مهمترین چیز میوه ها و سبزیجات هایی است که طبیعت به ما داده، سرشار از ویتامین ها هستند. علف ها رو داریم، سبزی ها رو داریم، پیاز هست و در کنارش لبو، ترب، شلغم، لبلبو و سایر لیمو، سیر و سبزیجات‌های دیگه بهترین منبع‌های ویتامین هستند برای اینکه بدن سیستم مسئولیتش تقویت بشود و بتواند در پاندمی کووید 19 شکست بده. سوالی که من دارم، شما چه خریدید؟ قیماق و جلغات. بسیار عالی. یکی از چیزهایی که ما در دسترس در تمام قشلاق‌ها و شهرها قیماق و جرقاته. قیماق و جرقات منبع بسیار مهمی هستند برای تأمین خوراک‌های بدن و تقویت سیستم ایمنی بدن. شما چه گرفتید؟ بسیار عالی. هم پامیدور من می‌بینم دارید شما، هم علف. لطفاً تا می‌توانید لیمو بخورید، پامیدور، علف و سبزیجات و میوه‌های تازه بخورید. مهمترین چیز هست. می‌بینم که شما همه ماسک زدید. بسیار عالی است که ما بدانیم وقتی که خرید می‌کنیم هم فروشنده و هم مایی که خرید می‌کنیم ماسک بزنیم و فاصله را هم رعایت کنیم. درود بر شما، روز خوبی داشته باشید. خسته نباشید. خداحافظ. با خوردن سبزیجات‌ها و میوه‌های تازه هم کمک می‌کنید به کشاورزهاتون، هم کمک می‌کنید به سیستم مسئولیت بدنتان. سیستم مسئولیت بدن وقتی که شما این انگور تازه را میل می‌کنید و یا این خرمای تازه باغ‌های تاجیکستان را مصرف می‌کنید، هم به سلامتی خودتان کمک می‌کنید و هم مبلغ‌ها را در بین کشاورزهای خودتان می‌دهید تا اینکه به داروهایی بدهید که شاید ثمره‌ناکیش مشخص نباشه. بینندگان عزیز، برنامه ورزش و تیب رو تماشا دارید و ما با کارشناس آرش علایی صحبت داریم. خب چی نظر و اندیشه دارید باز؟ تجربه به ما گفته است که میوه خوردن حفظ سلامتی می‌کند. علم هم همینه گفته. در زمانی که ما ویروس های فصلی رو میگیریم، در زمانی که کووید 19 رو میگیریم، برای اینکه مسئولیت بدن کمک بشه نیاز هست که ویتامین ها به بدن برسه. این ویتامین ها میتواند از همین میوه های تازه‌ای که شما در تاجیکستان با مزه ترینش رو دارید استفاده کنید. اگر نیاز بیشتری بود آن موقع به داروهایی که اونها هم ویتامین هستند میتونید در دسترس باشد برای شما. پس اول این رو انجام بدید. دوم اینکه خیلی سوال میشه از من که ما سرفه میکنیم، آیا میشه از عسل استفاده کنیم؟ یکی از درمانهایی که تشکیل شده از داروهای ضد سرفه ترکیب عسل و لیموست. پس دوستان عزیز میتونن اگه سرفه دارن با عسل، لیمو و آب گرم یا عسل، لیمو و چای سرفهشان رو کم کنن. اگر سرفه کنترل نشد اون موقع میتونن دارو بگیرن. خب اگر به طب خلقی نیز نظر اندازیم، برای برطرف نمودن حالتهای سرفه نمون عسل و لیمون در جای اول می ایستد. خب
شما الکی آگاهی دارید که ما چند پیش در صحیفه های تلویزیونی ورزش یک اعلان داده بودیم که اگر میخواهید به سوال های شما خود کارشناس آرش علایی پاسخ گوید، بعد پس سوال های خود رو پیشنهاد دارید و ما در برنامه حتما که به آنها پاسخ خواهیم داد. خب یک نفر میگوید که نفرانی که الکی این بیماری رو از سر گذرانیدند، آیا در آینده به سالمی جسمی آنها یگان تأثیر منفی میرساند یا اینکه نه؟ این خیلی سوال مهمیه. بستگی دارد که اونها بار اول بیماری را به صورت خیلی شدید گرفتن یا اینکه ملایم یا میانه گرفتن. در کسانی که ملایم و میانه گرفتن، این بدن تیزتر به حالت اولیه برمیگرده تا کسانی که خیلی شدید میگیرن. و همینجا اگر بینندگان محترم دقت کرده باشن، در اول برنامه گفتم ما مهم اینه که ویروس کمتری وارد بدنمان بشه. اگر با ماسک و با رعایت پیشگیری ویروس کمتری وارد بشه، شدت نمیگیره. در کسانی که شدید گرفتن تا این شش‌ها به حالت اولیه برگرده زمان میبره. پس همینجا من توصیه میکنم به بینندگان عزیز نگران نباشند اگر یک بار بیماری رو گرفتن تیز بروند کته توموگرافی کنند یا رنتگن کنند. نیاز نیست. آهسته آهسته اگر شش‌ها درگیر بوده، بعضی ها 3 ماه، بعضی ها 4 ماه، بعضی ها 6 ماه، ولی برمیگرده به آهستگی به حالت اول، مگر در کسانی که خیلی شدید باشه که اون زمان میبره. یعنی توسط همین چنان در بالا گفتیم توسط خوراک‌های ملی، توسط همین میوه‌جات و سبزیجات میتواند که سالمی بدن خود رو نگاه دارد. کمک کننده است. بله. کمک کننده است. غذای سالم کمک میکنه به بدن که بدن تیزتر به حالت اول برگرده. خب نفر دیگر میپرسد که آیا احتمال تکراراً به بیماری کرونا ویروس گرفتار شدن ممکن است؟ خیلی سپاسگزارم از بیننده‌ای که این سوال مطرح کرده، برای اینکه بعضی وقتا اون اوائل بیماری ما نمیشناختیم بیماری را. باور این بود که کسی که یک بار میگذرانه مانند بسیاری از بیماری‌های دیگه دوبار نمیگذرانه، ولی بله. حاضر ما میدانیم که کسانی هستند بار دوم، بار سوم، بار چهارم گرفتن و این نکته بسیار مهمه که بینندگان عزیز بدانند، باور داشته باشند. اگر یک بار بیماری رو گذراندید و بعد رفتید آزمایشگاه و آزمایشگاه به شما گفته است که مسئولیت شما خوب جواب داده است یا در اصطلاح پزشکی آنتی تله شما بالاست، این شما را فریب ندهد. احتمال دارد بار دوم بگیرید و ما نمیدانیم که کسانی که بار دوم میگیرند شدیدتر از بار اول میگیرند یا اینکه نه ملایمتر میگیرند. پس نه وابسته به این که فرد بیماری را نگرفته است یا اینکه یک بار گرفته است و گذرنده است، همه باید رعایت پیشگیری کنند که سلامتی خودشان را حفظ کنند. تشکر زیاد. یک نفر با نام شاهروز میپرسد اجرایش مشق‌های جسمانی تا چه اندازه برای پیشگیری بیماری کووید 19 مساعدت میکنند؟ ببینید، من این سوال را از یک زاویه دیگر میبینم. مشق‌های جسمانی کمک میکند به مسئولیت بدن، به سلامتی بدن، ولی مشق‌های جسمانی نمیتواند جلوی بیماری را بگیرد. ولی سوال اینه، حالا کسی میخواد ورزش کند، کسی که میخواد مشق جسمانی کند، آیا باید بترسد و ورزش نکند؟ نه، باید به ورزشش ادامه بده. بله. چه کار کند که یک ورزشی داشته باشد که سالم باشه؟ همچنین در این باره شهناز کامیلزاده سوال داده است که در بعضی انسان ها نشانه های کووید کم ظاهر می شوند، یعنی بیماری سخت نمی شوند. در همین حالت با ورزش و یا اینکه مشق‌های جسمانی مشغول شدن ممکن است؟ خیلی سپاسگزارم از خانم کاملزاده که این سوال پرسیدن. ببینید، کسانی که بیمار شده اند در آن 2 تا 3 هفته‌ای که بیمار هستند توصیه میشه که فعالیتشان کمتر باشه. بی حرکت نشن ولی خیلی فعالیت نکنن، چون ویروسی که از بدنشان خارج میشه به خاطر نفس کشیدن زیاد، فعالیت زیاد بیشتر میشه. ولی بعد از اینکه این 2 تا 3 هفته رو گذراندن حتما برگردن به حالتهای ورزشی که میکردن. ولی در این 2 3 هفته من نمیگم همش بخوابن، میگم اگر در یک اتاق هستن قرنطینه بمانن، راه بروند.
حرکت کنند ولی خیلی زیاد ورزش نکنند. خب در شرایط کرونا ویروس یک چند قاعده های دیگر برای تمرین کردن ما در تالارهای ورزشی وارد شده است که ما رو میباید حتما آنها رو رعایت کنیم، زیرا با این واسطه نیز میتوانیم سالمی بدن رو حفظ کنیم. خب بیاید توسط نوار میبینیم و بعدا با صحبتمون رو ادامه میدیم. آیا در زمان پاندمی کووید 19 می شود ورزش را ادامه داد یا نه؟ بله، ولی یک شرایطی هست. در تالاری که شما میخواید ورزش کنید، یکم کار این است که هوا در چرخش باشد، سیرکولاسیون داشته باشد. توصیه اول من این است که اول شما تریزه ها رو باز کنید تا آخر. بسیار عالی. نکته‌ای که مهم ما بدانیم که هوایی که بین 5 تا 15 گرادوس هست نه برای ورزشکاران نه برای خلق مشکل ساز نیست. این که میگیم سرما میخوریم، این دمای 5 تا 15 درجه دمای بسیار خوبی است که ورزشکارا وقتی ورزش میکنن حرارت بدنشان زیاد میشود نباید تشویش داشته باشند. دوم نکته اینه که چون در تالار شما ایرکاندیشن هست، شما باید تنظیم کنید این ایرکاندیشن را. تنظیمی که من توصیه میکنم این است که پایانتر از 20 گرادوس بذارید. چرا؟ چون ما در هوای بهاری بهترین هوای بهاری 18 20 17 درجه است. پس اگر میخواهید ایرکاندیشن را روشن کنید و درجه آن را بذارید زیر 20 گرادوس. نکته دیگه‌ای که به همه ورزشکاران من توصیه دارم اینه که اگر تسب دارید، احساس لرزه دارید، بدن درد دارید و سرفه میکنید، لطفاً به مدت 2 هفته به تالارهای ورزشی نیایید. در خانه بمانید و استراحت کنید. به خاطر اینکه ما در فصل تیر ماه، در فصل زمستان میتواند ویروس ها منتقل شود به سایر ورزشکاران. بعد از اینکه این کارها را کردید، من توصیه به شما میکنم که حتما نقاب بزنید. این نقاب برای شما، این نقاب برای شما. یکی از باورهایی که ما همیشه در بین ورزشکاران و مردم هست اینه که تصور بر این است که وقتی ما نقاب میزنیم نباید ورزش کنیم. این تصور درست نیست، این باور درست نیست. شما وقتی که نقاب میزنید، نقاب ها طوری درست شدند که وقتی که شما نیاز به اکسیژن و نفس کشیدن دارید، آن مقدار اکسیژن به ششهای شما برسد و راحت بتوانید ورزش کنید. بینندگان و شنوندگان عزیز، همانطوری که متوجه شدید، در پاندمی کووید 19 می توانید ورزش‌های خودتان را دوام دهید به شرطی که یکم تریزه ها را باز بذارید، دوم اگر ایرکاندیشن هست دمای ایرکاندیشن را زیاد گرم نکنید، سوم نقاب بزنید و چهارم فاصله را رعایت کنید. این دستگاهی که من دارم میزان اکسیژن خون را نشان میدهد. این انگشتم رو میذارم، دستان بالا بگیرید. دوستان عزیز، همینطوری که ملاحظه میکنید میزان اکسیژن خون حدود 94 و تعداد ضربان قلبم حدود 94 90 الان نوسان میکنه ضربان قلب و اکسیژن 91. حالا از دوست عزیز ما میخوام بدون نقاب شروع کنن به حرکت ورزشی. حالا میشه لطفاً نشان بدید انگشتتانه؟ دوستان عزیز نگاه کنید، سطح اکسیژن 94 95 و ضربان دل 110 111 12. پس سطح اکسیژن بدون نقاب در حین ورزش کردن پایانتر از 94 نیفتاده است. حالا من خواهش میکنم شما بایستید. من این رو برمیدارم.
از شما خواهش میکنم که حالا با ماسک لطفاً ورزش کنید. من 2 مرتبه میزان اکسیژن 93 هست و 94 و ضربان دل، تعداد دل 96 95. حالا از دوست عزیز ما میخوام با ماسک ورزش کنم. نشان بدید. دوستان عزیز، همونطوری که ملاحظه میکنید میزان اکسیژن کماکان 94 95 94 95. پس این باور که ماسک زدن باعث میشه که ما خفه بشیم یا اینکه اکسیژن خون ما کم بشه، این یک باور اشتباه است، علمی نیست. لطفاً در هر مکانی هستید، چه مکانی که میخواهید برای صحبت کردن یا واخوری یا ورزش، حتما درها را گشاده کنید، ماسک بزنید، دستهایتان را بشورید و سعی کنید فاصله داشته باشید بیش از 2 متر با دیگران. بینندگان عزیز، برنامه رو ادامه میدیم و قبلا یک عقیده بود که مثلا با نقاب تمرین کردن اجازه نیست، زیرا میتواند که به عضوهای روحی نفس تاثیر منفی رساند. خب اینجا چنون دیدیم شما به همون ورزشکاران توصیه دادید که حتما با نقاب تمرین کنند و فاصله اجتماعی رو رعایت نمایند. به همین خاطر بود که ما رفتیم در این سالن ورزشی که بینندگان و شنوندگان برنامه شما باور داشته باشند که من دیدم بعضی افراد میگن که وقتی که ما ماسک یا نقاب میزنیم خفه میشویم یا اکسیژن به ما کم میرسد. ما در اینجا ثابت کردیم که یگان در اکسیژن رسانی خون وقتی که ماسک میزنید، حتی زمانی که ورزش شدید هم میکنید، کم اکسیژنی نداریم، خفگی هم نداریم. پس حتما نقاب بزنید. سلامت باشید. اینجا علی جان شریپوف سوال داده پرسیده است که تا حال چگونه دارو و یا واکسینه ها بر ضد این بیماری از جانب کارشناسان جهان پیشنهاد شده است؟ ببینید 2 تا سواله. یکی، آیا داروی اختصاصی ما داریم برای کووید 19؟ 2 اینکه آیا واکسن یا امگذاری که برای پیشگیری هست داریم یا نه؟ تا به امروز هیچ داروی اختصاصی که بتواند کووید 19 را از بین ببرد در هیچ جای دنیا وجود ندارد. تحقیقاتی هست ولی هیچ جا وجود ندارد. در زمینه پیشگیری با واسطه واکسن یا امگذاری خبرهای خیلی خوبی ما طی 2-3 هفته گذشته دیدیم. از 70% در تحقیقاتی که آکسفورد کرده تا 94% که تحقیقاتی بوده است که در روسیه شده است، در چین ختای شده است، در آمریکا، در آلمان، نشان میدهند که واکسن هایی یافتند که ثمرناک بوده. لیکن تا این واکسن ها به استحصالی برای میلیاردها جمعیت جهان بشود و حمل بشود به کشورها، نیاز هست 6 تا 9 ماه دیگر صبر کنیم. پس امروز باید ما در این زمستانی که در پیش باشه سلامت باشیم، این زمستان را رد کنیم، گذر کنیم که سال دیگه وقتی که واکسن در دسترس عمومی است همه با هم جشن پیروزی بگیریم. خب ما مشاهده کردیم که نفرانی که به بیماری کرونا ویروس گرفتار می شوند زود به استعمال موادهای داروواری رو می آورند و حتی برای پیشگیری خود از همین بیماری با استعمال همین گونه داروها رو می آورند، هرچند آنها بیمار هم نیستند. این خیلی نکته مهمی است. شما دقت کردید به این که مردم باید بدانند. مثلا من دیدم در بعضی ویدیو کلیپ ها کسانی بودند که الکل قرقره میکردن در دهان از بینی میدادن، میگفتن این الکل چون دسینفکسیون است ویروس رو از بین میبرد. ویروس در اینجا و اینجا فقط نیست، در گلو هست، در شش هست و الکل به اون دسترسی ندارد. 2، نوشاکی های الکلی الکلشان به مقداری نیست که بتواند ویروس را از بین ببرد. سیگار کشیدن باعث افزایش و پهن‌شوی ویروس می شود، ویروس را از بین نمی برد. هیچ دارویی در هیچ جای دنیا نیست که بتواند پیشگیری کند از
وارد شدن ویروس کووید 19 به بدن. دوستان گرامی، نکته‌ای که همیشه برای ما مهم است این است که وقتی که در یک رستوران می‌خوایم بریم خوراک نیمروزی بخوریم یا در یک تو یا یک معرکه دعوت شده ایم، چطور در یک رستوران بشینیم. خواهشی که من دارم این است که هر کسی که میشینه در هر جا یک فاصله بذاره و نفر بعد اونجا بشینه. بفرمایید لطفاً. دوم موضوعی که برای ما مهمه که بدانیم اینه که ما آمدیم اینجا خوراک بخوریم. خب با این ماسک‌ها به نظر شما میشه خوراک خورد؟ نمیشه. پس چه کار کنیم؟ از زمانی که ما سفارش خوراک رو میدیم تا وقتی که خوراک میاد ماسک را بر نداریم. هرچه کمتر زمانی که ما ماسک نداریم باشد سلامت‌تر میمانیم. چقدر مثلا دیرتره؟ نیم ساعت. پس دوستان عزیز، حدود 15 تا 25 مینوت طول میکشد تا این خوراک تیار بشه. پس ما اگر این ماسکه ها را حفظ کنیم برای 15-20 مینوت میتواند کمک کند. دوستان عزیز، وقتی که میخوایم در یک رستوران خوراک بخوریم، اگر سلفیتکه بود یک سلفیتکه را برمیداریم. شما هم بردارید. یک سلفیتکه را برمیداریم، میانش را باز میکنیم، ماسک را با 2 انگشت جدا میکنیم، درون ماسک را روی هم و میذاریم اینجا و این را میبندیم. حالا این را خواستید میتوانید بذارید با بسته در درون سمکتا و غذا را حلاوت ببرید. بعد از اینکه خوراک رو تمام کردید شاید تمایل داشته باشید 20 مینوت 1 ساعت با دوستان دیگه گپ و گفت کنید و برای این گپ و گفت وقتی که خوراک رو تمام کردید 2 مرتبه ماسک بزنید. یعنی نایستید بی ماسک، نذارید زمان زیادی بدون ماسک در رستوران ها باشید. فقط زمانی که میخواهید خوراک رو بخورید ماسک را بردارید. 2 مرتبه باز میکنید، برمیدارید و از صحبت با دوستان حلاوت میبرید. رستوراندارها و کسانی که سودا میکنن، مگزین دارن، اونها هم عضوی از جامعه هستند و همیشه دوست دارند محیط یا اتاق یا سالنی که دارند سلامت باشد برای استفاده عموم. نکته‌ای که مهم است که من به عنوان یک فردی که در سلامتی کار میکنم همیشه دوست دارم که شما رعایت کنید این است که در هر جایی که مهمانهای شما هستند تریزه ها یا پنجره ها گشاده باشد که وقتی که ایر کاندیشن شما یا گرمایش شما کار میکند بتواند این هوا را تازه کند. میشه خواهش داشته باشم که تریزه ها را بگشایید و ایر کاندیشن هم در گرادوس پایان تر از 19 بگذارید؟ ممکن هست؟ رحمت به شما، رحمت به شما. دوستان و همزبانان عزیز، یکی از مسائلی که بسیار مهم است، بعضی افراد فکر می کنند که اگر این قاشق یا چنگال، چنگک پاکیزه نیست، تازه نیست، خوراک خوردن به دلشان نمیشیند. ولی همکارانی که در رستوران ها کار می کنند با گذاشتن یک آب داغ می توانند تمام این قاشق چنگال ها را به راحتی در 5 مینوت از ویروس ها و میکروب ها پاک کنند. پس اگر شما در خانه معرکه دارید یا در رستوران ها کار می کنید، شستن قاشق چنگال ها با آب داغ یا اینکه قاشق و چنگال ها را در یک آب 80 گرادوس به مدت
5 دقیقه بذارید دیگر نیازی به تشویش کشیدن نیست. با آسودگی خاطر خوراک خود را میل کنید. استفاده از سرچاق در معرکه ها، در رستوران ها، در زمانی که اپیدمی و پاندمی کووید 19 را داریم ممکن نیست، به خاطر اینکه این سرچاق ها می توانند هم با دست هم با دهان در تماس باشند و خود آنها منبعی برای پهن‌شوی ویروس ها بشوند. توصیه‌ای که می شود هر جایی از قشلاق تا پایتخت اگر معرکه‌ای دارید، اگر رستوران می روید، اگر دست خود را می شورید و سلفیتکه هست، با سلفیتکه یک کرته پاک کنید و اگر خوراک میل می‌فرمایید می توانید با آن دهان خود را پاکیزه کنید. اگر سلفیتکه نیست، شما وقتی که دست خود را می‌شورید در هوا خشک شود بهتر است تا از سرچاق استفاده کنید. استدعای من، التماس من این است که لطفاً دیگر از سرچاق‌هایی که می شود چند بار استفاده شود استفاده نکنید. رحمت به شما، رحمت به شما. خوردن میوه های تازه که سرشار از ویتامین ها هست به سیستم مسئولیت بدن کمک میکنه که در زمانی که پاندمی کووید 19 داریم یا ویروس های فصلی را داریم بدن بتواند به راحتی مقاومت کند و ویروس ها را از بین ببرد. نکته مهم برای سلامتی خوراک خوردن خوب است که میوه های تازه مانند لیمو، مانند خرما، نوک، انار سرشار هستند از ویتامین ها. در کنار ویتامین ها ما می توانیم آب، تاجیکستان سرشار از آبهای تازه است که از کوهها جاری هستند. خوردن آب بهترین درمان است برای تصفیه خون و سلامتی انسان. تا می توانید از میوه‌های تازه و آب میل بفرمایید. بینندگان و شنوندگان عزیز، همونطوری که می‌دانید در یک فضایی که بسته هست مانند رستوران ها یا حتی در خانه خودتان اگر می‌خواهید معرکه بگیرید حتما باید فاصله کسانی که میشینند بیش از 1 متر باشد. حتما باید تریزه ها گشاده باشد و سعی کنید حرارت آن جایی که شما قرار است که این نشست را داشته باشید، این معرکه را داشته باشید بیشتر از 19 گرادوس نشود. این تضمین کننده سلامتی شماست. ببینید این بر اساس یک مطالعه است در یکی از کشورهای اروپایی انجام شده، در یک معرکه‌ای بوده. این فردی است که وقتی که میخواست وارد بشود تسبش را گرفتن، تسب نداشت، حرارت بلندی نداشت، سرفه هم نداشت. این کسانی بودند که این فرد بی علامت بود. وقتی که نشسته بود در این معرکه متوجه شدند که در 75 دقیقه یعنی 1 ساعت و 15 مینوت بعد این افراد آلوده شده بودند و حتی کسانی که پشت او هم نشسته بودند آلوده شده بود و حتی ویروس تا این حرکت کرده بود تا اینجا. پس در 75 دقیقه یک فرد بی علامت در معرکه‌ای که نشسته بود خیلی از آدم‌ها را بیمار کرده بود. رفتن تحقیق کردن ببینن چه چیزهایی باعث می شود که ما بتوانیم جلوگیری کنیم. دیدن که یکی از سببهاش این بوده است که ایر کاندیشنر یا هواسازی که آنجا بوده است، گرماسازی که آنجا بوده است، رو به رو هوا را میچرخانده است و این باعث پهن‌شوی بوده است. چه کار باید بکنن؟ 1. فاصله هایی که نزدیک بود زیاد کنند. 2. اگر هواساز یا ایر کاندیشنر گرما را تولید می کند لطفاً تریزه ها را باز کنید. وقتی که این کار را کردن دیدن که هیچ فردی بیمار نشد. پس راه پیشگیری در هر صورت وجود دارد، چه کسانی که نشانه ها و علامت ها را دارند و چه کسانی که بی نشانه هستند. فقط ما باید از علمی که به دست آوردیم آموزش هامان را بگیریم و انجام بدیم. علم فقط نرود در کتابخانه ها یا در سمینارها، بیاید برای اجرا. بله،
یعنی حتی در طربخانه ها هنگام هم صحبت شدن با یار و رفیقان پوشیدن نقاب حتمی است. چنان شما در بالا گفتید پوشیدن نقاب و نگاه داشتن فاصله اجتماعی برای پیشگیری خود از این بیماری حتمی است. خب ما هر روز مشاهده میکنیم که مخصوصا در نقلیات این نگاه داشتی مثلا فاصله اجتماعی قریب که عموما رعایت نمیشود. شما چی میگید در این باره؟ ببینید دو تا چیز هست. یکی هست ایدئال، بهترین این است که در اتوبوس ها، در مشروطگاه ها، در تاکسی ها افرادی که میشینند با فاصله باشند و کمتر بشینند، یعنی زمانش کم باشد، تعداد نفرات کم باشد. حالا که فصل زمستانه توصیه ما اینه که اگر در اتوبوس هستید، در مشروطه هستید، تریزه ها و پنجره ها رو بگشایید، نترسید از این سرما کسی را بیماری ایجاد نمیکنه. خب در این روند شما با مردم مثلا فهمانده توسط نوار خب یا تماشا میکنیم، پس اون صحبتمون رو ادامه میدیم. برادر تریزه تونم برداریم و خونه خوردیم. اما کانسانیر هم گیرون کنید که خونه کی بد شد. دوستان گرامی، هر زمان که در تاکسی یا مشروطه یا ماشین شخصی خودتان میشینید، حتما پنجره یا تریزه ماشین را باز کنید، بذارید هوا در چرخش باشد. میدانیم که هوا سرد است، خنک است، ولی این خنکی برای ایجاد بیماری سرماخوردگی مشکلی ایجاد نمی کند. در درون ماشین ماسک بزنید و سعی کنید ایر کاندیشنی که کار می کند زیاد گرما کلان نباشد. برادر من کسام که با همروی دست پوش پول رو میگیره. چقدر شد؟ 15 سام. رحمت به شما. این 20 سام. دوستان گرامی، برای سلامتی رانندگان تاکسی، اتوبوس ها و مگزین ها و هر کاری که با پول سر کار دارد، از آنجایی که پول ها منبعی برای ویروس ها و میکروب ها هستند، باید دست پوش در دست داشت. و برای خودتان بعد از اینکه به منزل مراجعه می کنید، به خانه های خود با آب و صابون گرم دست های خود را بشورید. چنان دیدم تاکید کردید که فاصله اجتماعی رعایت شود و نقاب حتما پوشیده شود. خب در این مورد بعضی از نفران همین نقاب یک کرته رو مثلا از همون مهلت معین شده زیاد میپوشن، یا که با بهانه که مبلغ نقاب خریدن رو مثلا در یک روز باید ما 3-4 نقاب رو عوض نماییم، 3-4 نقاب بخریم. خب همین مبلغ رو از کجا در میابیم یا که نداریم؟ در این باره شما چی میگویید؟ چگونه میتوانند که با نقاب های بسیار کرته خود رو حفظ نمایند؟ اگر شما موافق باشید بریم به سمت این که دوستانی که نقاب را میخوان طراحی کنن با هم ببینیم و ببینیم چه توصیه میدیم. خب باشه. موافقید؟ باشه. بینندگان عزیز، چنون میبینیم در شرایط خانه نیز هر یکی ما امکان داریم که نقاب ها را با خواست دل با سبک و اسلوب خویش آماده نماییم و از آن به واسطه استفاده بریم. خب همین نیز میتوانند برای پیشگیری گرفتار شوی به این بیماری مساعدت کنند. نکته‌ای که باید بینندگان عزیز توجه داشته باشند که ماسک‌ها 3 قسم هستند. ماسک‌هایی که برای بیمارخانه‌های سرایوی هستند یا برای بخش‌های احیا که میگیم ماسک N95. او را برای عموم نیاز نیست که استفاده کنند، فقط برای دکترها و کادر پزشکی است، طبابتی است که در بیمارخانه هستند. دوم ماسک‌های جراحی هستند که این شکل را دارند و ما استفاده می‌کنیم. اینها یک کرته هستند، یک بار باید مصرف بشوند. این نیست که ما از سحر بزنیم تا 3 روز دیگر. هر 6 تا 8 ساعت این را باید بندازیم دور.
نکته دیگر این است که وقتی که این ماسک را ما استفاده می کنیم، گمان ما این است که ویروس در اینجا می چسبد. پس دست را نباید به اینجا بزنیم. وقتی که می خواهیم او را برداریم، باید با 2 انگشت برداریم، بعد پشتش را اینطوری و بعد به دور بندازیم. لیکن همون جوری که شما گفتید همه مبلغ ندارن که این ماسک ها را بخرن. آیا راه دیگری هست؟ بله، راه دیگر پارچه های بسیار زیبای اطلسی که از پخته درست شده در تاجیکستان زیاد است. شما بیایید پارچه های پخته ای را در 2 لایه همینطوری که شما زحمت کشیدید برای بینندگان نشان دارید میدید تهیه کنید. نمونه های مختلفی هست. حالا سلیقه ایشان این رنگ بوده. شما میتونید از پارچه های اطلسی دیگر با چکن های زیبایی که میتونید درست کنید خوشروش کنید. میانش را پخته بذارید و دومین لایه را درون. پس می شود 2 لایه پارچه پخته ای و درونش یک پخته آزاد استفاده کنید. چند تا درست کنید؟ 5 تا. 5 نوع شکل درست کنید. روز اول ماسکه اول خانگی را که استفاده می کنید بر می دارید، پخته درونش را دور می اندازید و این را میذارید در یک پکت. حالا این پکت می شود پلاستیکی باشد و میذارید در یک جای بسته. روز دوم ماسک خانگی دوم، روز سوم ماسک سوم، همینطور تا 5 تا ماسک را استفاده کردید. روز ششم میروید ماسک اول را در میارید. با این کار همانطوری که در اسلاید ها من نشان دادم ما میدانیم که ویروس در جایی که بیرون از بدن هست بیشتر از 4 روز نمیتواند زنده بماند. پس ویروس بیرون بدن بیشتر از 4 روز زنده نمیماند. وقتی که ماسک خانگی را شما در یک پاکت 4 روز میذارید در یک جای بسته دیگر ویروسی در آن نیست. پس 5 ماسک خوشرو با پارچه های اطلسی رنگارنگ با چکن های دستدوزی شده استفاده کنید و هر روز یک ماسک را استفاده کنید و بذارید در پاکت بدون اینکه پول زیادی خرج بشه. این برای توصیه عموم است. ولی برای پزشکان، همشیره‌های طبابتی حتما یا ماسک‌های 1 کرته جراحی یا ماسک‌های N95. خب برای آماده نمودن یکی از نقاب ها فعلا کامیلا بانو آماده‌اند که برای ما و شما نشان دهند که در شرایط خانه در ظرف خیلی مدت کوتاه ما میتوانیم که نقاب را آماده کنیم. چنانه میبینید بینندگان عزیز در همگی در مدت 5 دقیقه ما میتوانیم که یک نقاب رو آماده کنیم و برای یک روز استفاده. ولی نه اینکه اون رو بندازیم دور. وقتی که روز تمام شد این رو در یک پاکت میذاریم. در یک پاکت روز دوم ماسک دوم، روز سوم ماسک سوم، ششمین روز میریم 2 مرتبه همین رو میاریم. پس نیازی نیست که فقط 5 تا ماسک درست میکنیم و با این 5 تا ماسک این زمستان را میتوانیم گذر کنیم ازش. خب تشکر زیاد و بینندگان عزیز باور داریم که از برنامه ما که در برنامه از جانب کارشناس آرش علایی خیلی توصیه های مفید و ضروری پیشنهاد گردیدن و معلومات گرفته باشید و همینجا برنامه ورزش و طب خاتمه می‌یابد. تا برنامه های دیگر تن صحت و سالم باشید و خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.